سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من امیر تیجی هستم. همونطور که میدونید من یه دونه ویدیو گذاشته بودم که اون کیس رو به کامپلت باز کرده بودم، جمع‌گیری کرده بودم. راجع بودم که آقا وقتی دست آچار باشی کلا دوست داری همه چیز رو باز کنی. امروز قراره که با هم دیگه یه روز کاری رو کنار من بگذرونیم، ببینیم آقا واقعا کار من چیه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. من برم حاضر شم بیام. لباس کارو بپوشم. Let's go. بزنید بریم واسه ولاگ امروز. Let's go. امیدوارم این زاویه خوب باشه. مشکل دیگه ای هم که داشتیم میکروفونی که گرفته بودم واقعا ترش بود. بکنم میکروفون خود گوشیم بهتر باشه. قیافه من وضعیت من وای بزن میشونیم زخم اندازه کنم. امیدوارم که میکروفون گوشیم خودش صداش بهتر باشه. اینو برونیم به سمت مغازه. ناموسه آدم تصادف میکنه با این موضوع. حالا تازه داریم بریم مغازه، بدتر از این هم قراره بشه، سخت‌تر بشه. مامور حالا نیاد این برای ما گیر بده. کپی رایت نمیخواه ایشالله دیگه. دیگه خودش باید ادیت کنه یا من ادیتور پیدا نشد. حالا خود ادیت کنم. من که آج یه تایم لپس بزنم. برو گوشیم زنگ بخوره داستان چیه؟ ببین یه تیکه کلیپ رو واقعا بگی آقا این کرج که میگی که فلانه بهمانه، این الان کرجه دیگه، این شهر کرج داریم میگردیم. اینطوری تا خوشگل منه بنده جونه من. الان کجاست؟ کی داره از اینجا چیزا گوش میده؟ کی داره از این کارا میکنه؟ الان کیو داریم که اینطوری داره بنده وجود منی گوش میده؟ چی جور چیزا رو ندارم واقعا. کی مد کرده؟ مد کرج از این از بنده وجود منی. سرود ملی کرج. واه بشر بنزو نگاه. تو دوربین میفته یعنی الان این بنزه چقدر قشنگ بود آجی. یعنی یه روز منم از اینا میتونم بگیرم تا شام. قلب تبنده جریان. اصلا آینمون هم آینه نیست، همه چیزو داره میگیره. What? یه جوری آدم رو نگاه میکنه انگار آدم فضایی ده بود. چقدر سخته واقعا، عجیب غریبه این کار. نه کن به زور. الو جالب کارمونم اینه که این پایین تر از سر کار مغازه این قهوه ها میزنم. آخر روز منو شارژ نگرده. دایم اومد، مدیر سرویسمون. دایی دست نباشی رو بسته دار. به دوربین سلام بکن. میخوام بذارمش یوتیوب ها. ولاگ یه روز کاری. مدیر سرویس هم هستن، همزمان هم دایم هستن. آیا چقدر بیحالی امروز دایی؟
چرا حال نداری دایی؟ آقا گرفتی دیروز خوابیدی من خواب نداشتم. میشه جان دارم. آدرس رو برات فرستادم. با مشتری همراه کن برو. اوکی دم شما گرم. دم شما نوکرم. دست در نکن حاجی. خب آیون امری بنده نیست. خسته نباشی. خسته نباشی. آقای یزدانی خسته نباشی. دایی کار نداری با من؟ نه قربونش سلامت خیلی دوست دارم ها. خداحافظ خداحافظ همگی خداحافظ. این کلیدای ماشین جا گذاشته. بریم سراغ آدرس. خراسانی خسته نباشی. یه چک بکنم همه چی سر جاش باشه. ابزار رو خودم هم اینجا باست. ماشین رو نگاه کن تو چه وضعیتیه بشر. یا اول فصل اینجا راه میفتیم بریم به سمت مقصد و حرکت کنیم. دارم برم بشینم کلیپا رو بشینم تو خونه ببینم چی کار کردم. واقعا سخته هم کار کنی هم فیلمشو بگیری. لباسشوییه که ایراد داره. بریم ببینیم ایرادش چیه. میگه صدا میده. دونش بشم ترافیک هم که همیشه رفیق کار ماه. اینم دیگه تو کلم داره سنگینی میکنه. اینو نگاه پشمام وسط خیابون پارک کرد و رفت. واقعا پشمام. یا حسین بیا برو بیا برو بیا برو بیا برو. دنده دکوارش جکوار شد. یا اول فصل بازم ترافیک چراغ قرمز. برو 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 دیره. برو 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 برسیم به کارمون. برو مشتری منتظره. آمبولانسی دیگه میتونی قشنگ دور بزنی. باور کن ماموریت هم نداره. فقط داره گاز میده که حالا یه ذره ترافیکو اصلا دور برگردونش ممنوعه. من نمیدونم این چجوری الان دور زد. آقا تا اینجای ویدیو رو داشتیم. خب اینجا من یه پاز بزنم میگو چجوری داره میره. داری یه پاز بزنم و ما رسیدیم کنه مشتری. مشتری نگاه میرم بالا ببینم چجوریه لباسشویی ایرادش چیه. موقع شروع کار اجازه میگیرم و مشتری و ویدیو رو میگیرم ببینیم چجوری میشه. Let's go. لباسشویی 7 کیلویی LG با ایراد لرزش. دست کمکاش به ظاهر کمکان نمدش تمام شده به ظاهر. حالا باز کنم ببینم تو چه وضعیتیه. این مریه یکم اوکی تره باز. حالا کمکش این مریه هم ببینم چه وضعیتیه. همونطوریه
جیرجیره رو فکر کنم پیدا کرده. صدای جیرجیر از موتوره. بله. این جیرجیر از بول بیرینگو اینا میاد. بعد ببینم این مثلا قابل تعمیر هست اصلا. چون دو مدل دارن. اگر پرسی باشه اون دیگه نمیشه پرس بازش کرد. اگر پیچی باشه بول بیرینگاش عوض میشه و درست میشه. این ببینم اجازه میده انقدر در اینجا وایستا آخه. میتونی نگه داری یه لحظه؟ این یکی کمکشم ببینم تو چه وضعیتیه. اون یکی کمک خوب بود ولی یکم نمدش خورده شده. براتون هنوز کار میکنه. نه مشکلی آنچنانی ندارن. ضعیف شدن. یعنی اون سفتی که قبلا باید داشته باشه رو الان نداره. ولی براتون میبینین که لرزششو دور موتورشو که آوردن پایین لرزش آنچنان نداشت. من موتورشم ببینم. اذیت شدین تو رو خدا ببخشید. نه چرا نه این فیششو میخوام در بیارم و اونجایی که تا حالا لباسشویی باز نشده اینا یکم صفر میشن. نه این پیشگوشتی رو کجا مهد؟ نه اون 4 سوه رو کن. نه بابا همینجا هست. واقعا یه کمی به خودتون بیاین دیگه. موتورشه. موتور صدای جیرجیر میده که مشتری میگفتش که صدای جیرجیر هم هست. به لرزش ما گفتیم به خاطر جاش ولی صدای جیرجیر از موتورش که این با سرویس و اینا حل میشه. خب این هم از بلاگ امروز ما. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. حتی من شغلم تعمیرات لباسشویی و لوازم خانگی و اینجور چیزا بس، ولی رشته من مترجمه زبان انگلیسیه. چه ربطی این دوتا به هم دارم من واقعا نمیدونم. بچه‌ها ممنونم که تا اینجا ویدیو بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم زیاد. فعلا